نکات ساده‌ای هست که باید از ابتدا تا انتهای خدمات لوله بازکنی در نظر داشته باشید. نکاتی که میتونن جلوی ضررهای مالی رو بگیرن و لوله بازکنی مجیدیه برچسب قراره به طور خلاصه اونها رو برای شما توضیح بده. قبل از انتخاب لوله بازکنی مطمئن بشین که لوله بازکن از تجهیزات با کیفیت مثل فنرهای لوله بازکنی و انواع سرفنرهای اون استفاده میکنه. چیزایی که میتونه کارایی و دقت کار رو بالا ببره. روش‌های قدیمی‌تر مثل استفاده از اسیدهای لوله بازکنی هم سلامت شما رو به خطر میندازه و هم به سیستم لوله‌ها آسیب میرسونه که در این صورت خدای نکرده یا باید برای درمان بیماری هزینه کنین یا برای رفع نشتی لوله‌ها و بنایی. حین خدمات لوله بازکنی بهتر نظارت کامل داشته باشین تا دیگه نگران امنیت منزلتون نباشین و سوء تفاهمی هم ایجاد نشه و حتی یک لوله بازکنی نامعتبر به بهانه خدمات اضافی که انجام نشده هزینه‌ای از شما دریافت نکنه. فاکتور سند قابل پیگیری برای مشتری هاست، یعنی اگه شما به هر دلیلی از خدمات یا قیمت ناراضی بودین میتونین به راحتی مشکل خودتون رو پیگیری کنین. بعد از اتمام خدمات حتما فاکتوری که دریافت میکنین رو چک کنین که نام، مهر و امضای لوله بازکنی رو داشته باشه. لوله بازکنی برچسب یک تیم شبانه روزیه که حتی در روزهای تعطیل آماده خدمت رسانی در سراسر تهرانه. همین حالا با لوله بازکنی مجیدیه برچسب تماس بگیرین تا نزدیکترین لوله بازکن به محل شما اعزام بشه.